دوستان سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا هستید حال دلتون خوب باشه. امروز با تحلیل ارز 3 در خدمتتون هستیم. ارزی که تقریبا توی 3-4 ماه اخیر یک اصلاح خیلی خوبی داشته. تو 80 روز اخیر تقریبا یه 50-60 درصدی میتونیم بگیم که اصلاح داشته و به نظر میاد که یکی از گزینه‌های جذاب میتونه باشه واسه سبد هولدمون و خرید اثبات. میایم با هم دیگه بررسی بکنیم گذشته چارتشو با هم دیگه از تایم فریم ماهانه با هم دیگه یه نگاهی بندازیم ببینیم چه جوریا بوده. خب همونطوری که توی تایم فریم ماهانه ما چیزی که بخوایم مثلا واسمون خیلی مهم باشه بیشتر این ناحیه این بالانسمون بوده یا FVG مون بوده که اومده و تقریبا میتونیم بگیم که پر کرده. این ناحیه رو نگاه کنید، دقیقاً FVG که روی این کندل شکل گرفته با این چند تا شادو و این کلوز کندل اومده تقریبا میتونیم بگیم پر کرده و برگشته به سمت بالا. حالا تایم فریم هفتگی میتونیم قشنگتر مشاهده بکنیم. هنوز توی این ناحیه این بالانس بالای این ناحیه میتونه خیلی نقطه جذاب و خوبی باشه و میتونه یه نقطه اطمینانی باشه واسه اینکه ما تونستیم به سمت بالا حرکت بکنیم. چیزی که هنوز تو تایم فریم هفتگی داریم میبینیم، خب با توجه به این استراکچری که شکسته شده ما میتونیم روند نزولی رو مشاهده بکنیم، ولی خب میگم چیزی که الان واسه مهمه اینه که کندل ها بیان به سمت بالا و بالای FVG برگردن و بتونیم حالا موقعیت خوبی رو واسه لانگ شناسایی بکنیم. کما اینکه الان ما یه ذره ریز میشیم توی همین چارت و میبینیم که حتی همین جا میتونه مثلا اون نقطه ورود مناسبی باشه. خب ما توی تایم فریم هفتگی یه سری کلوز خیلی جذاب داریم. یکی از کلوزهای جذابی که داریم تقریبا میتونیم بگیم اینجاست. نگاه کنید دقیقاً افتاده روی این دوتا کندل خیلی خوب. کلوزهای خوبی رو داریم. حالا ما اگه اینجوری به صورت نمودار لاینی همونطور که قبلا هم اشاره شده بهترین نمودار واسه پیدا کردن نواحیه که حالا شما بخواید به صورت حمایت مقاومت مشخص بکنید. چرا؟ چون میاد کلوز کندل ها رو نشون میده. نگاه کنید جایی که ما مشخص کردیم دقیقاً کلوزهای مهمی داشته توی تایم فریم هفتگی که تایم فریم بلند مدتی هم هست. پس خیلی میتونه ناحیه بسیار مهمی واسمون باشه. این ناحیه هم همینطور. نگاه کنید این ناحیه بسیار ناحیه مهمی هستش. حالا این به صورت نواحی حمایتی مقاومتی میتونه واسمون بسیار جذاب باشه. خب اگه یک دقتی رو ما توی این چارت داشته باشیم یه ذره ریز بشیم، حالا خارج از اینکه این دوتا خط واسمون خیلی مهم بودن، واکنشاش خیلی بسیار دقیق بوده و مناسب بوده، یک نکته بسیار مهمی که اینجا واسمون اهمیت داره تقریبا میتونیم بگیم رنجیه که توی هر شود به خدمتتون توی 50 روز اخیر ما مشاهده کردیم و میتونیم ازش یه استفاده خوبی رو ببریم. خب گفتیم واسمون کلوز مهمه. اگر چشمی اوکیید که چشمی، اگه نه بیاید روی خطوطمون و اون نواحی حالا بالاترین جایی که نمودار بوده و حالا قبل اینکه این اتفاق بیفته پایین ترین کلوزمون اینجا میشه. درسته؟ این دوتا کلوز واسه ما خیلی مهم بوده. پس ناحیه رنج ما میتونه اینجا باشه. ما اگه کندل هامون رو ببینیم و حتی حالا یه تایم فریم ببرم پایینتر بهتون دقیق‌تر میتونم نشون بدم. اینجا یک ناحیه رنجی داشتیم که حالا نکنید تو تایم فریم روزانه اگه بخوام بررسی بکنم اینجا خیلی قشنگتر میتونید ببینید که ناحیه رنجمون کجا بوده. دقیقاً اینجا بوده دیگه. یه بالایی زده یه پایینی زده و دیگه دقیقاً داشتیم با شادوها کف و سقف این ناحیه رنج رو با هم دیگه چند بار دیدیم دیگه. اختلافش هم حدوداً از کف کانال تا سقف کانال حدوداً 20% بوده که چند بار میتونستیم یک همچین بالا رفتن و پایین رفتن هایی رو هم واسه خودمون تو تریدهای کوتاه مدتمون داشته باشیم. حالا چیزی که واسمون مهمه، یه ترندی هم اینجا داریم تو تایم فریم روزانه. یک ترندی هم همچین ترندی هم داریم که باز اگر بنا رو بذاریم روی این که قرار باشه کندل ها بیان بالای این باکس FVGمون بسته بشن، میتونیم یک همچین روندی رو داشته باشیم. یه همچین روندی میتونه خیلی مناسب باشه واسه ورود کلوز بالای این باکس و این نیم کانالمون که تقریبا ناحیه 54 صدام میشه
و میگم این ناحیه خیلی ناحیه جذابی واسه ورود هستش. خب من تایم فریم هفتگی رو یه بار دیگه بیارم اینم چیز خاصی از قلم نیافتاده. نه دیگه تقریبا تایم فریم هفتگی چیزی که بهمون داره نشون میده همین داستانه. ناحیه رنج بسیار مهمی که بود و مشخص کردیم. بچه از اونجایی که این FVG از ماهانه میاد و اینکه پرم شده خب خیلی باش کاری نداریم، فقط در این حد که من نشون دادم که این FVG پر شده و حالا برگشت این کندلا بالای این سقف که همون 54 صدام بود مشخصم کردیم واسمون حائز اهمیت بود. پس من فعلا پاکش میکنم، بریم تایم فریم روزانه‌مون رو بیشتر بررسی بکنیم. خب ترندمون که واضحه، چیز مهمی نداریم که بخوایم بهش اضافه کنیم. نکته مهم این ناحیه ارتباط به حضور بلاکمون هستش. نکنید اگه این بلاک رو من براتون مشخص بکنم ببینید چه جایی بچه ها برگشته. خیلی نکته مهمیه اینجا و ما بلاکامون رو معمولا با رنگ سبزشون میدیم. خب این بلاک دقیقا جاییه که اومده تاچ شده و برگشته به سمت بالا. هم اومده چیکار کرده؟ کف رنجمون رو دیوییت کرده اومده به سمت بالا و هم نکته‌ای که وجود داره برخورد با بلاک داشتیم و بعد از برخورد اومده چیکار کرده؟ روند نمودار به سمت بالا بوده و صعودی بوده. این نکته خیلی بچه نکته مهمیه و اینجا خودش میتونه یکی از سطوحی باشه که واسه لانگ گرفتن میتونه بهمون کمک کنه و میگم یکی از نقاط ورود میتونه همینجا باشه حتی. و در اصل اگه ما میخواستیم یه ذره با دقت بهتر و بیشتری معامله بکنیم میتونستیم بعد از این که حالا از این حالا اگه بخوایم مثلا تایم فریم 4 ساعت بیاریم، خب تایم فریم 4 ساعت بعد از این برخوردی که داشته مثلا روی این کلوز کندل بالای این بلاکمون دیگه مثلا میتونستیم وارد بشیم. یعنی مثلا اینجاها بعد از این مطمئن شدیم برخورد اتفاق افتاده و برگشته، اینجا میتونستیم یه 4-5% اسکلپ باش بگیریم. ولی خب میگم هنوزم دیر نشده. اگه بخوایم اثبات بچینیم و معامله بکنیم فعلا هنوز که هنوزه هم واسمون جای خوبیه. خب گفتیم اومدیم روی کف کانال، یعنی اینجا ما اومدیم چی رو دیدیم؟ اومدیم یه دیوییشن تو کف کانال رو تایم فریم روزانه دیدیم، حتی تایم فریم 4 ساعت هم داریم میبینیم. یه اووراندر خوشگل هم داریم میبینیم. چه جوری؟ اولا که دوباره تو دل این یه دونه بلاک دیگه داریم بچه‌ها. این بلاک 4 ساعت است. این بلاکمون بلاک روزانه بود. من اینجا میزنم دیلی اوردر بلاک و بلاک کوچیکترمون این 4 ساعت است. خب این دوتا رو حواستون باشه اشتباه نگیرید. الان با توجه به چیزی که ما میبینیم یک اووراندر خوب اینجا ما تونستیم ببینیم. من اگه اینو پاک کنم اذیتمون نکنید یه دونه شادو پایین اومده اوردر بلاکمون اوردر بلاک بزرگه رو تاچ کرده، باز یعنی از اینم پایین تر اومده و حالا اومده یه بالایی رو زده. خب بچه ها دقیقا اینجا شونه راسته یا اون یکی پایینمون دقیقا میتونه اینجا باشه. بیا چیکار کنه؟ اون 4 ساعتمون رو پر بکنه و دوباره برگرده روی کف کانال که ما بتونیم کف کانال رو پس بگیریم و بیایم به سمت مید و سقف کانالمون که همینجا اگر مثلا این اتفاق بیفته ما میتونیم یه 20% دوباره ازش سود بگیریم. خب پس این نکته رو خیلی توجه کنید. این بلاک واسمون خیلی مهمه، حواستون باشه بیاد شادو بزنه یا حتی کندل بزنه ولی گیر نکنه تو بلاک، بره به سمت بالا. بچه این بلاک الان یه تاچ خوب داشته. خب اگر بیاد اینجا گیر بکنه یه مدتی و اینجا رنج بزنه دیگه باطل میشه سناریو. پس سعی کنید که اگر میخواید از این تحلیل استفاده بکنید روی اولین دومین برخورد و برگشت به سمت کف کانال واسهتون تایید باشه دیگه. ولی اگه بیاد گیر کنه دیگه فیل شده است و واسمون به درد نمیخوره. خب نکته دیگه همین بحث ترنده بود. یعنی یکی از بحثای دیگه که حالا تو تایم فریم بالاتر واسه مهم بود این بازپسگیری این مید کانال و این شکست ترند بود که میتونستیم به سمت بالا معاملمون رو انجام بدیم. خب ناحیه مهم دیگه ای که توی حالا تایم فریم هفتگی ما با هم بررسی کردیم این ناحیه 81 بود دیگه. کلوز خیلی خوبی داشت. پس اگه ما بتونیم تو تایم فریم حالا روزانه این حرکت رو ببینیم و بتونیم سقف کانال رو پس بگیریم، یکی دیگه از سناریوهایی که میتونه اتفاق بیفته، حالا اگه بخوام دقیق تر بهتون نشون بدم، اگه بتونه این سقف کانال رو بگیره بالاش بخواد کلوز بده، ما میتونیم یه بار دیگه یه همچین سناریویی رو تا حالا سقف کانال با هم دیگه ببینیم، تا سقف این ناحیه مقاومتی که داریم. این میگم این از جمله نواحی
مقاومتی بسیار مهمیه که از تایم فریم هفتگی داره میاد. پس این هم یکی از نقاط بسیار مهمه. میگم همه چی بستگی به این داره که سقف کانال رو بتونه پس بگیره و چیکار کنه، فلیپش کنه. یعنی چی؟ یعنی مقاومتمون تبدیل بشه به حمایت و اینکه بتونه به سمت بالا حرکت کنه. اگه این سناریو هم اتفاق بیفته یه رشد 40% هم میتونیم ازش بگیریم. پس این دو تا سناریوی بسیار مهممون بود واسه تایم فریم روزانه و 4 ساعته. این دوتا رو فعلا در نظر داشته باشید. میگم یکی از پله‌های ورود میتونه این 4 ساعته باشه به شرطی که این اتفاق بیفته. اگر یه مقدار میخواید عجولانه تصمیم نگیرید و صبر کنید، من خودم با این حال میکنم. اینو میتونم زیر نظر داشته باشم، شما هم حتما داشته باشید. اگر که اومد به سمت بالا، مثلا اینجا خواستید خروجی بدید، رو میت مثلا میتونی تارگت بذاری، بعد ببینی این اتفاق اگه افتاد ان شاءالله میتونی چیکار کنی تا سقف کانال هم با سناریوی جدید پیش بری. با این سناریو دوباره تا سقف کانال که یکمون باشه میتونیم بیایم بالا. اگه این ناحیه فلیپ شد دوباره ان شاءالله میتونیم تا 81 بریم بالا. خیلی ان شاءالله گفتم، امیدوارم که فیل نشه این سناریو. خب این از این. حالا یه نگاهی هم به چیز بندازیم، ویوپمون بندازیم این در چه شرایطیه با توجه به این. خب ما تو تایم فریم 4 ساعته یا 12 ساعته معمولا 3 ماهمون رو چک میکنیم. فکر کنم آره 3 ماه هم هست. خب نگاه کن اینجا هم جای خیلی خوشگلیه. دقیقاً ما اومدیم کف کانال، نگاه کن کجا گذاشتیم. اینجا هم دقیقاً ویل ما هستش. یعنی اینجا عرض شد به حضورتون. آره خیلی جای خوشگلیه. ولوئریا لوه و میتونه خیلی ناحیه بسیار مهمیه واسمون. اینجا باز پسگیری شده، میتونه یه پولبک دیگه به حتی این کف داشته باشه و باز برگره به سمت بالا. یه نکته بهتون بگم، حالا این بلاک درسته واسم مهمه ولی امکان داره که بیاد مثلا چیکار کنه نزدیکای این شادو بزنه، یا بیاد این کف خیلی مهمه. بذار من عددشو مشخص کنم. نگاه این کف 49 اینو بیاد چیکار کنه، یه شادو بزنه بیاد به سمت پایین مثلا تا اینجاها بیاد، بعد برگره بالا. اگه این اتفاق افتاد تو کلوز بالای این خط هم میتونید لانگشو بگیرید به سمت مید کانال و این خیلی مهمه چون این کف وی ای المون هست. من دارم بهتون میگم این نکته رو و میگم این اتفاق خیلی مهم بوده. دیوییت کرده این کفو و داره به سمت بالا میره. وی وب میتونه تارگت باشه، کما اینکه میدمون هم اینجا تارگته و اگه بتونه این وی وب رو مثل این سقف کانال فلیپ بکنه میتونیم تا VH لانگشو داشته باشیم. و در نهایت هم نگاه کنید این اشاره‌ای که به این سقف شده دقیقاً میاد توی اون ارشاد به خدمتتون که اون ناحیه پرحجم 3 ماه گذشتمون، یعنی آره دیگه نگاه کنید اینجا دقیقاً تو 3 ماه گذشتهش، یعنی تو 3 ماه قبلی ولیوریایی که ما داشتیم توی این باکس بوده و حالا داره به شما میگه که اگر تا اینجا اومد بالا، اینجا نواحی مهمیه، این ویلشه، این ویوپشه و این ویچ. این نواحی بسیار مهمیه که میتونید بچه‌ها برای طولانی مدت عرضه‌ای در نظر داشته باشید. سعی کنید سناریوها رو خودتون هم واسه خودتون تو چارتتون رسم بکنید و اگه بتونید که آلرتی هم بذارید که فراموش نشه و اگه طبق این حرفا و سناریویی که چیدیم اتفاق افتاد، میتونید طبق چیزی که گفته شده چند تا پوزیشن لانگ واسه خودتون مد نظر داشته باشید، در سبدتون داشته باشید، به صورت اثبات خریداری بکنید. استاپ هم دیگه فکر کنم خودتون میدونید دیگه، بهتر از من بلدید. حالا اگر اینجا خواستید لانگی بگیرید زیر بلاک بذارید. اگر گفتم بیاد این تو که فیل میشه، میریم واسه سناریوهای نزولی. اگر این اتفاق افتاد سناریوی نزولی رو بخوام بهتون بگم آپدیت میکنم و بالا رفتنش هم همینطور دیگه. حالا سعی کنید که مدیریت ریسک و سرمایه رو جوری رعایت بکنید که خیلی هم در صورت عدم اتفاق این قضیه متضرر نشید. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه. اگه سوالی چیزی داشتید بپرسید، حتما در خدمتتون هستم. مخلصیم. یا علی، خداحافظ شما.